آشاری خیاط گفته بود من همیشه نماز که میخوندم، نماز امام زمان، نماز جعفر طیار، حاجتی رو از خدا میخواست. یه دفعه گفتم حاجت نخوام، برای خدا یه نماز بخونم. چطور میشه؟ بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن که خواجه خود روش بنده پروری داند. همون شب خواب دید، آشاری خیاط خواب دید، بهش گفتن چرا دیر اومدی؟ ما هر وقت دومون تو تله گیر میکنه میگیم خدا. این شعر استاد ما 62 سال پیش آشقیفر برهان مسجد لرزه خونده یادمه. هر وقت که سرت به درد آید نالان شوی و سوی من آیی، چون درد سرت شفا بدادم یاغی شوی و دیگر نیایی. هر وقت کار داریم با خدا میگیم خدا. چقدر خوبه موقعی هم که کار نداریم بگیم خدا. آشاری خیاط میگه ما یه دفعه نماز مستحبه یه چیزی خوندیم، حاجتی نخواستیم، شب خواب دید، گفتن چرا دیر اومدی؟ یعنی تو باید 30 سال پیش به فکر این کار افتاده باشی، حالا سر پیری به فکر افتادی که نماز بخونی حاجت هم من نخواهد.